سلام. امروز میخوام کاربرد پیوی اسپلیتر در پروژه های دوربین مداربستر خدمتتون توضیح بدم. همونطور که میدونید اگر داخل پروژهتون سویچتون پیوی باشه اما دوربینتون پیوی نباشه، اصطلاحاً پیوی ساپورت نباشه، شما به راحتی با این وسیله که پیوی اسپلیتر میگن میتونید دوربینتون رو به دوربین پیوی تبدیل کنید. روش کار خیلی ساده است. کابل رو که از سمت سویچ کشیدید برای دوربین رو میزنیم به قسمت ورودی پورت اسپلیتر و قسمت خروجی اسپلیتر رو وصل میکنیم به دوربین. به همین سادگی. یه چند لحظه صبر میکنیم تا در واقع دوربین بالا بیاد و تصویر دوربین رو ما بتونیم ببینیم. توی این فاصله توضیح بدم خدمتتون که این اسپلیتر 12 ولت 1.2 آمپر هستش و قابلیت جلوگیری از نویزهایی که احتمالاً در شبکه وجود داره رو هم داره. همونطور که می‌بینید تصویر دوربین بالا اومد. لطفاً برای دریافت قیمت و اطلاعات بیشتر با همکاران ما در ارتباط